بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت بینندگان محترم، نمایندگان محترم رسانه‌ها در ستاد انتخابات کشور. خب آخرین اعلام نتایج 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو خدمت شما قرائت می‌کنم. از مجموع 37024 شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل 408 شهرستان می باشد، تعداد 14,070,462 برگه رأی صحیح و باطله مأخوذه شماره شده. از سرجم آرای مأخوذه وضعیت نامزدها به شرح ذیل می باشد که قرائت می کنم. جناب آقای مسعود پزشکیان با 5,955,781 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 5,560,321 رأی، جناب آقای محمد باقر قالیباف با 1,891,385 رأی و جناب آقای مصطفی پور محمدی با 111,967 رأی. انشاءالله در نوبت بعد و ارتباط بعدی آخرین اعلام نتایج رو خدمت شما قرائت خواهم کرد.